سلام علیکم دوستان و هموطنان. با درآمد ماه شریف رمضان هر یکی هموطنان خود را یک و یک شما را تبریک میکنم. مبروک مبارک باشد این ماه شریف رمضان، ماه روزه، ماه برکت، ماه قرآن و این ماه را استفاده برده دعا کنیم که در این ماه دعای روزه‌دار قبول می شود و حالت ملت ما تغییر یابد و بهبودی رود و در حق مسافرانی که هموطنان ما و شما جوانان خاصتا در مسافرت در هجرت هستند دعا کنید که سربلندانه برگردند به نزد پدر و مادرشان. و ما دیدیم که دو روز پیش سید مکرم مفتی تاجیکستان یک فتوای برآورد که کارگران راغون میتوانند روزهاشون را خورند، روزه ندارند و با دیگر روزهای دیگر میتوانند قضا دارند، روزه دارند. و من نمیدونم این کارگران راغون سال از 12 ماه کار میکنند، کدام وقت فرصت دارد که آنها روزه دارند نمیدونم، ولیکن این سید مکرم با دین الله، با قانونهای دین الله بازی دارد. همین مفتی سوریه برای او درس میشد، خیلی خوب میشد. مفتی سوریه مشهور است به نام مفتی براميل نظام. سماحة مفتي نظام البراميل. لا ما نظام براميل، أنا اسمي الدكتور أحمد حسن. زیرا که او یک فتوا برآورد که با همون برمیل باشگاهی کفنده ترکیش دارد و سری عسکری ها آدمایی که سلاح دارن پرتوید گفته فتوا داد، ولیکن این فتوا رو گرفتند و استفاده برده این برمیلایی که ترکنده دارد به سری مردم عادی پرفتند. زنان و کودکان کشته شدند. 80% که کشته شدند از این برمیل زن و کودکان بودند. حتی بمبای خیمیوی هم به سری مردم پرتفتند. نگاه کنید که فتوای این مفتی چی بلا آورد به سری مردم. و این مفتی تاجیکستان هم فتوا برآورد که روزه خوردن اجازت است، میتوانید. شاید بعضی شما سوال دهید که خی این فتوایی که برآورد سید مکرم چی مشکل هست؟ خیر روزه خوردن این چی مشکلات در این یافتی؟ نه برادر، این مشکلی کلان هست. یکمش این که چطوری که در بالا ذکر کردم از فتوای مفتی سوره استفاده برده مردان زن و کودکان رو کشتن. این هم فتوای سید مکرم رو استفاده میبرند و شخصی که از خداوند میترسد در راغون، کارگرای راغون روزه میدارند، آنها بعد میبیان مجبور میکنن که روزه تا بخور، یا میگن تو سوس کار کروسی، از کار پیش میکنن، تهدید میکنن. این فتوا رو استفاده میبرن بر سر آنها. و دومش این که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بنی اسلام علی الخمسه، یعنی اسلام از 5 چیز بنیاد شده است. یعنی اصل اسلام از 5 چیز بنیاد شده است. یکی اینها کلمه شهادت، نماز و روزه می باشد، ماه شریف رمضان. یعنی این مهم هست. این یک دایره اسلام هست که برای مسلمان بودن شما در این دایره باشین. این 5 در دارد. اگر یک در اینها رعایت نکردید از دایره اسلام برآمده می روید شما. برای همین ضروری هست که این 5 رکن اسلام را باید رعایت کنید. این اصلی دین هست. حتی نگاه کنید که جبرائیل فرآمده به شکل انسان در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشستن و پرسیدن که اخبرنی عن الاسلام، یعنی خبرت از اسلام چی هست. با ما شما میدونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن همین 5 چیزو و یک آنها در ماه شریف رمضان روزه داشتن. و بعد به صحابگان گفتن که آیا میدونن کی آمد؟ آنها گفتن که رسول الله و رسولش دانا هست. آنها گفتن که جبرئیل آمد که دین شما را به شما فهماند، اسلام را به شما فهماند. یعنی این فرآمدن جبرئیل به شخص انسان، یک صحابه دیدن، این یعنی مهمت این وحی بود. یعنی اسلام مهم همین چیز هست که در 5 چیز بنیاد میشد. برای همین این مفتی تاجیکستان با الله بازی کرده شده است. چطور او حق دارد که آن ستونایی که در اسلام بنیاد میشد هم رو بازی میکند و از نظر خودش اجازت میده روزه دارن ندارن، این دو دارن چی؟ شما مفتی باید سید مکرم دعوا کند که بر سر کارگران کار سبو کنند که اینا روزه دار هستند، اینا قوتشون کم میشود، یا نیمه روز کار فرماید نیمه روز
استراحت کنن. این خیلی باید فتوا برآورد. همین بالعکس به جایی که سبکی بیارد به سر ملت وزمینی میبرد. برای همین این چیزی بازی نیست که شما در رکن ستونهای اسلام بازی کنن و وای کنن. با فکر شما کدام اینها وزمین‌تر است بر نزد خداوند؟ گناهی کدام اینها وزمین‌تر است؟ خب اول این است که هر دی اینها گناهی وزمین است، هر دی اینها خطر است، هر دی اینها در نزد خداوند جواب میدهند. ولیکن اگر ما قیاس کنیم در نزد خداوند گناهی که خطاگی که این سید مکرم کرده شده است این بالاتر می استاد، وزمین‌تر می استاد قیاس با آن مفتی که سوره فتوا برآورد و زن و کودکان کشته شدند. زیرا که چون که در بالا ذکر کردم شما اگر خواهید که مسلمان باشید حتما با این رکنی که ستونهایی که در اسلام هست 5 چیز رعایت کنید برای مسلمان بودنتون. سید مکرم دعوا دارد که از یک در اینها برآمده از دوره اسلام برآمده رویدم، هیچ گم نه، همینطوری فتوا دارد. برای همین در نزد خداوند این کاری که سید مکرم کرده است خیلی خیلی گناهی وزمین دارد، خطر دارد، خطر سخت دارد، حتی در مسلمان بودن شما خطر دارد. برای همین دوستان و هموطنان این رمضان یک ستون مهم اسلام هست. هیچگاه این خیلی فتوای گوش نکنین. شما کارتون سبک کنین، روزه دارین، همین روزه خودش دشواری میبیارد که برای همین ملائکه در جنت نزد شما میدرآیند و اهل جنت را میگن که سلام علیکم بیما صبرتم، سلام در شما درود که شما صبر کردین در این دنیا. برای همین این روزه، نماز، حج این مشقت میخواهد. برای همین در این مشقت صبر کنین، دعا کنین که خداوند آسان کند عبادت شما و روزه‌داری شما را. این یک نعمتی هست که خداوند به همه نصیب نمی کند. دعا کنین که نصیب کند که شما از اهل همین رعایت 5 چیز باشین. دوستان و هموطنان شما را به خداوند میسپارم. ماه شریف رمضان مبروک. دعا کنین به حق مسافران، جوانان این ملت که در مسافرت هستند دعا کنین که خداوند سربلندانه برگرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.